متهم شدن قهرمان بازی‌های المپی گرزانداز تاجیک دلشاد نظروف سر و صداهای به میان آورد. در تاجیکستان و همچنین در شبکه‌های اجتماعی همه به جانبداری از گرزانداز معروف قهرمان المپی سال 2016 دلشاد نظروف صدا بلند کرده ایستادند. دلشاد نظروف 37 ساله که اخیراً به استعمال داپینگ گمانبر دانسته شد، مخلصانش به این ادعای نهاد مستقلی مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک باوری ندارند و آن را قاطعانه محکوم می‌کنند و تهمت می‌دانند. ضمناً جانبداران دلشاد نظروف در شبکه‌های اجتماعی از او دعوت نمودند که به همه ادعای بافته این نهاد باور نکند و راه افتادن هم نشود، زیرا آنها به بازی‌های منصفانه او باوری کامل دارند. کاربران دلشاد را دلبرداری کرده میگویند راه افتادن نشود و کوشش نماید که این تهمت از او برداشته شود. سلام علیکم هموطنان عزیز، مخصوصا دوستداران ورزش. راستی همچون یک شهروند بعد از خبری که ورزشگری تاجیک، ورزشگری مشهور دلشاد نظروف را به استفاده داپینگ متهم کردن و از محروم کردن از اشتراک در مسابقه بین المللی خیلی ناراحت شدم. به این خاطر خواستم به اکای دلشاد، به این ورزشگری نامدار تاجیک بگم که واقعا ناراحت نباشند. ملت تاجیک در برای شما همه وقت هست و من مطمئنم که ملت تاجیک مطمئن است که شما با قوه طبیعی خود، با زحمت‌های خود همه این دستاوردها را نصیب شده اید. ما هم وقت با شما هستیم، از ورزش شما، از مهنت‌های شما قدردانی میکنیم. Notably Dilshad Nazarov from Tajikistan. This his fourth games. He hadn't finished higher than 10th before, but this time دلشاد نظروف، ما با تویم، تو قهرمان ملت هستی، تو سر ملت رو برداشتی، تو را تهمت کردن، ما با این تهمت ها باور نداریم. خود دلشاد نظروف هم با رسانه‌ها از متهم شدنش به استعمال داپینگ ابراز نظر کرده است. من در حالت شاکم، هم برای آن که گویا در نمونه‌های سال 2011 استفاده داپینگ را آشکار کردند و هم برای برکناریم از قهرمانی جهان در دوحه قرار صادر کرده‌اند. همه جایزه ها را در زورآزمایی‌های منصفانه و واقعی به دست آوردم. با این مقصد وکیل مدافع شناخته اروپایی را جلب کردند که از حق و اعتبارم در صورت ضرورت تا مرحله دادگاهی حمایت خواهد کرد. امید دارم که در آینده نزدیک نام نیک خود را برقرار میکنم. پرچم دولتمان را در مسابقه های بین المللی باز بالا میبردارم. اینجا باید به یک نکته تاکید کنم که ورزش و مسابقه های بین المللی ورزشی نیز یک شاخه از سیاست است. اگر ورزش هم سیاست نمی بود، در حال غالبیت پرچم کشور برافراخته نمی شد و گیمن کشور را نمی سرودند. حکومتداران تاجیکستان تا به این حدی که ورزش را یکی از شاخه های سیاست دولت باید دانست نرسیدند و درکشان تا به این حد هم نآمده است. این است که ورزشگر تاجیک خارزار است. این است که ورزشگر خودش برای شرکت در مسابقه های بین المللی مبلغ می‌کوبد. خودش سرپرست می‌جوید. برای راهکراه مبلغ می‌جوید. در خود همین قضیه دلشاد نظروف باز می‌بینیم که حکومت بی‌اعتنایی می‌کند. طور رسانه‌ای شد او به تنهایی وکیل دفاع می‌گیرد. یادآور می‌شویم که بیگاه روز سه‌شنبه نهاد مستقلی مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک خبر داده بود که در رابطه با استفاده داپینگ ورزشگری معروف تاجیکستان دلشاد نظروف موقتا حق شرکت در مسابقه‌های بین المللی را ندارد. دلشاد نظروف 37 ساله نخستین و تا امروز یگانه ورزشگری تاجیک است که در بازی‌های المپی تحت پرچم تاجیکستان سزاوار عنوان قهرمانی و مدال طلا شده است.